چطوری بابا شما اصلا خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید همراه با ستای قلبت یا بالا دیگه. تو این ویدیو اومدیم همراه با ابو حشمت و ابوالفیکس، یکی از بچهای جدید. البته تو ویدیو قدیمیمون یه دونه دو تا نمیدونم چند تا بود. خدا بیام تو این ویدیو اومدیم بیشتر یه ذره برام ور. تو این ویدیو اومدیم با یه چالش جدید و متفاوت که تا حالا کسی روی یوتیوب فارسی اصلا نگرفت. تو این ویدیو اومدیم تو لف بگیریم و به یه سری ویدیو ریاکت بریم که سعی کنیم نخندیم. اگه بخندیم این قرار کجاست؟ رو صورت هم دیگه نخندیم. صورته اوکی. چی؟ من فکر کنم جای دیگه قرار بوده. یادم. و خلاصه این که دیگه اگه بخندی رو صورتتون نقاشی میشه صورتمون، یعنی یه سال فنی 2 تا فنی خودت میشه ناموس به من اینجا بگم شد بلند مدت تو نمیدونم فکر کنم وایپ قبل از اینکه صحبت کنیم حتما کانال سابسکرایب کنید، لایک کامنت لایک هم فراموش نکنید داداش. باشه ما همینجوری هم دیگه نگاه می‌کنیم خندیم. بریم با ویدیوی اول. اینم بگم بعدش یکی یه چی بگه بخندی اونم حساب میشه. نامردی نکنی. سعی کنید به جمله‌های هم دیگه هم نخندید. این چیزی میرونه. وای این خودتو نگیر. شام خودشو گرفت ماست شد. خوب شد؟ آینه دوجه داره؟ یه چیزی اینو قشنگ نبود؟ مثلا میگو اینقدر خودتون نگیر، شیر خودشو گرفت پاکتی شد، مثلا اینجوری بالتر ماست شد. شیر بغزه پدر چی رفیق جمع کننده داره بهم زنگ میزنه. ببینین چند وقت خیلی بهم مشکوک شده. خب همش بهم گیر میده. ببین میتونی صحبت کنی اعتمادش جلب کنی. باش بگو تو بلدی. الو سلام عمو جان، خوبی؟ اشکام مشغول مناجات بود دیگه، من گوشی رو خواهش کن التماس دعا. محتاجیم به دعا حاج آقا. کجاییم؟ داریم میریم مهمونی خدا داریم میریم مسجد. بله این اشکام واقعا پسر خوبیه، به جز گل و سیگار لب به هیچ چی نمیزنه. نمیدونه؟ شدم با خودم جمع نمیدونه. الو سلام عمو، خوب هستید شما؟ نه گلباز نه، گل یا پوچ بازه. ما وقتی این برنامه گل یا پوچ مهران مدیری یا فیلم دیدیم جمعی گله دارم گل یا پوچ بازی میکنیم. آره بابا این خودش بعد از اینکه به مشکلات غذایی خورد سربرا شد. غذا خورد رفت رستوران غذا خورد. اما مشکل غذایی نه، ما دفعه رفتیم رستوران غذای مسئول خوردیم، مشکلات غذایی خورد. نه غذایی نه بابا دختر بازی چیه، کسی به این پا نمیده با این قیافش. ماشاءالله تشریعی هم از شما داره. خودت بیا خونه ما همشه. میگه تو بیا خونه ما همشه. میگه یه چی به این پا نمیده، تشریعی هم از شما داره. دختره بذارم زمین کونیم بذار پول میدم به چیزه. هممون این راه رفتیم، هممون، یعنی این قطعه به یقین. اگه میخوای رو مشتری تاثیر مثبت بذاری اسمشو از رو کارت بانکیش بخونه، اونو به اسم صدا بزن. مبارک تو مشابهتون خانم. اسکوت در طول نره. بچه ماژیک کو دستت دین دین دین. بیا جلو قشنگ معلوم بشه. بکش. بکشم بعد برو. بکش. امیر عینک تو حلقت. ماژیک تو نردونه خوبه دیگه قبوله میشه. یاجی شبه میخوام چون مادر تو یه چی خوب بکش. آی وای خنده چشش تو چشم زدی گوساله. خنده چش گوز که جایچ این چرا کجم بس وای کجی رفت نمیخوام آقا رفت دوارم
قطع چشما قشنگ معنی نمیده قشنگ کنه قرینه است غریزه است قرینه است. قرینه است قشنگ در نمیده علی شبیه زلیخا داخل یوسف بچه الله همیشه هم توی چسبیده یوسفه من چیزست یوسف چی بکشم؟ از این جایی که تو برای من چیز گذاشتی با تا قبل البته تو تقریبا پیوندیه ولی خب وایسا کلا صورت من میری تو دوربین بیا عقب گن کشی چیه what the fuck آقا بنزین قرنجی تره داره تو برای گفتم بنزین نداره عزیز هشتگ آقا بنزین نزن آیلی نداره بیزن تو باید آقا نداره که بنزین نداره دقیقا راست میگه بنزین زدن چه تاثیری مازن اونو نزن راست برای من سواله آقا ببخشید دستشویی عمومی که کجاست؟ اگه میخوای آدرس دستشویی عمومی رو بفهمی کلمه گوه رو برام کامنت کن. آدرس دستشویی به صورت خیلی اتوماتیک و فعال توی دایرکت ارسال میشه. چه گویی داری میخوری؟ میگم دستشویی عمومی کجاست؟ اگه میخوای بفهمی در روز چند بار گوه کردن مفیده و وزن گوه چقدره توضیحات تو کپشن نوشتم برات همشهری. برو گم شو. ماشه چکی قیافه مسی منو میگه خب وایسی میخوام یه اشک لوتی برم وایسی من خراب شد شبیه کوزه شد کال اش وایسا اینجوری وایسا شبیه کوزه شد خب باشه میکشیم بازا هیتلر به این نمیخوره هیتلر با هیتلر بابا تو مگه چیکار میکنی که ماهی یه چنم چی؟ میگه من زدم اسمات کاغذی چیزی نداری که بگم که من ندادم کسی با ندادن نه پهلوان میشه نه کسی با دادن پهلوان میشه واسه که من علکی بگم که من ندادم نزدم خب برای چی علکی بگم من نزدم نزدم واقعا بخیه اصلا این چرا میبندی از این لاتا مثلا او دعوایی کوچیک‌تر می‌زدی گنده زدم مثلا بگن حبس کشیده یاد یه موزم دادیش بابا وایسا خب بریم ویدیو بعدی چی نمی‌بینم حساب میشدی خندید چی بکشم آجی واقعا یه چی تو سرم نیست میریش بوزی وایس هیچی نیستی الان با این تتو خب وقتی میخوام از خودم دفاع کنم وای میخوای مادرتو بزنی؟ بیا بزن وای بیا مادرتو بزن بیا مادرتو بکش نوبا تو شکرم نگه داشتم این همه مادر استفاده میکنن مادر نوبا تو شکرم خاری این ماه اونم آدمش چیز نلاخته پایین چی کشیدی مگه؟ این چیه؟ این ماه خب این کارتون ها دیده باشی اینم آدمشه اینم چیز ماهیگیریشه این چیز ماهی آها دی من تتو معنیدار میزه سلطان جنگل کیه؟ سلطان باغ وحش کیه؟ سلطان همه حیوونا کیه؟ حیوون ترین حیوون دنیا کیه؟ حاجی این دوتا پدر و پسر خیلی خوبن حاجی خیلی خوبن حاجی
من چه چشام هستم اینجوری کنم تازه معلوم میشه. خورشید داری میگی مگه؟ داداش کل صورتمو گرفتی. چیه؟ خورشید اون ستاره است. این سیس بده یه درد جمله سنگی میخواد. بیاد اینجا. زمین گرد بود به ما رسید شد مربع. خودش شش وقتی میرانه خوشی رو بغل کنیم تک خونیم به آینه بریم بادی. وای همه چطوره باید دست دقیقا همه یه خال مشتی زدم رو دماغش. خود بسه داداش تتو نمیزنی ببینم من سنگکار دختره باید منم کشیدم قراره دمه بخیه ریزم اینجا باید به نبر یادم تعلیب کشید هاجی حتما دارم بهمون خیانت میکنم من رفیق وای چه هدفگیری داره هاجی میدونی چیه؟ چیه؟ زامبیگیاییه خورد تو سرش زامبیگیایی داره باز میکنه چه هدفگیری داشت تو باشه دیگه اینجوری سیس عمو سوباسا نگی چی شد؟ خورد تو سرش؟ بابا زوم شد آخرش اوه من الان فهمیدم خورد تو صورت یارو خواهر مادرش میدونی که این خندی من یه این پوخه نبر چه قلب خوشگلش دفتر نقاشی شده ویش بودن تتلو چرا بین 1 و 4 دو عدد فاصله هست ولی بین 4 تا 8 3 عدد چرا؟ راست میگم 1 2 3 و 4 میشه 2 و 3 بینشونه خب ولی میشه 4 حالا 4 رو حساب نکنیم میشه 5 6 7 8 چه 3 تا هست اینجا دزد بدشانس اینجا یه مادر برای من تتو کن مام بابا فارسی بنویس دیگه جا نمیشه دادا ایکس و او کشی یا بفرست ایکس او خندان او مای گاد لامزت گنگم نگاه مامو کجا نوشتی؟ اینا آقا سیسا رو نگاه کن آقا این بود از این ویدیو امیدوارم که لذت کافی برده باشید کسی که بیشترین خنده داشت امیر بود من خودم آقا تا ویدیو بعد بدرود فعلا